بسم الله الرحمن الرحیم. زن بگیر. و باز گفته است پیغمبر: ای مردم دختردار، مهر دخترتان بلند نکنید. بهترین زن همون زنی که مهرش کم است. دختر تا نخی قیمت نمان که آیسته آیسته پای مردم دیگر از دروازه تو کنده می شود. این دختر است، او شهوت دارد و هم شوهر می فارد. روز از روزها تو را به آب رو می کند با این نرخ نوایی که تو در او دختری خود گذاشتی. جوانها را می گوید کدامت پول داری، مال داری، زن بگیر. فإن لم یستطیع، ای حبیب خدا اگر نداشته باشیم چی؟ فعلیکم بالصوم فإنه وجاء. گفتن جوانای عزیز مادامی که نداشته باشین، خدا شما را صاحب مال و ملک کند و دختردارها را خدا انصاف دهد. شما روزه گیرین تا که شهوت شما، همون شهوتتان با واسطه روزه شکسته شود. روزه بگیرین. گفت روزه شما را مانده میکند، روزه شما را شکسته میکند، همون طغیان شهوت از بدن شما دور میکند. این از توصیه پیغمبری خدا.